دوم تلفن هم میبریم. استادها میگفتن وقتی خانه خالق رفتی مخلوقیت را باید قطع کنی. بگذار بعدا نفرها قطع کردن، یعنی که بعدا نفرها به صدا گذاشتن، به زوش نمیگن اما ویبراتسیا دارد. مردم در نماز است چیکار میکنن؟ ویغ 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 تا 5 نفر این طرف، 5 نفر این طرف، 5 نفر این طرف میشنوند. اگر شما سبب شوید که فکر دیگران پریشان شود، یکی از سببش چنین است که اون نفرایی که در پهلوی شما باشند تصور میکنه تلفنی من نباشد یا من تلفنم به زوش نکرده بودم. همین طریق فکر دیگران را هم پریشان میکنید و خوب میشد که تلفن هایتان را اگر ماشین داشته باشید داخل ماشین گذارید، یا که خانه یک لحظه هیچ گپ ندارد. وقتی تلفن را همراهتان میبرید خواه نخواه از روی عادت اولین کار میکنید ساعت میبینید چند دقیقه، دوم کار میکنید که میبینید که کی زنگ زده است کی زنگ نزده است، سومین وقت فکرتون که من بیزوش نکردم. بسیار چیزا هست که فکر شما را پریشان میکند. وقتی که داخل میشوید این چیزای عادی ترین را باید اجرا کنیم، از جمله ساعت. بعدا نفر ساعت ها یلتر میزنن، انگشتری چله که وقتی سجده کردن میگذارند چشم دیگران را میبرد. هر چیزی که دیگران را چیکار میکند؟ به خود چشم و پریشان میکنند. یا از جمله بعضا نفرها هستند که مایکای کوتاه میپوشند، همین پس میانشان میتاود، هم نماز خودشان اوای میکنند هم پسندی آدم را. عادی ترین چیزها هستند. و عبادت که اومدید سراسیمه نشوید. بعدا نفرها رو میبینید در کوچه میدوند، نماز دیر شد. دویدن شما دیگران را چیکار میکند؟ بعدا نفرها میبینند که تینجی باشد دوید، تینجی برای چی میدوید؟ یعنی که سراسیمه با. یا واردی مسجد میشوید، همین همه ایستادن که همین ببینید که دبر دب 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 میبیاد میستد، همه خاموش است، اما باید چیکار میکنن؟ حشک کنن. این گناه ممکن نیست سراسیمه نشوید. آمدید تسکین آرامانه در آمدید، شما قبول است، شما علاقه داخل هستید، سراسیمه نشده تا که دیگران را فکرش را حتی در همون جمعه یک از دب 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 دویده میدروید آدم فکر میکند که چی گپ باشد. بسیار چیزایی هستند که ما رعایتشان نمیکنیم، میرویم مسجد. خیلی موضوع رو محکم میکنیم. موضوع دیگر، ما